تنهایی چیزی نیست که از بیرون به ما برسد. هیچ کس نمی رود، هیچ رابطه‌ای خراب نمی شود تا ما تنها شویم. تنهایی لحظه‌ای است که می‌فهمی هیچ کس نمی‌تواند آن بخشی از تو را زندگی کند که سالها در تاریکی مانده است. و ما معمولاً از همین لحظه فرار می‌کنیم. چون وقتی تنها می‌شوی، وقتی صدایی نمی‌ماند، هیچ جایی برای پنهان کردن خودت نیست. چیزهای فراموش شده باز می‌گردند، آهسته، بی‌رحم، رو در رو. و همین بازگشتن از دیدار با هر غریبه‌ای ترسناک‌تر است. در شلوغی می شود خیال کرد همه چیز خوب است، می شود پشت جمع ها پنهان شد. اما همین که در اتاق بسته شود و سکوت پایین بیاید، می فهمی چیزی درونت زنده است و مدتها صدایت می زند و تو نشنیده ای. نیچه می گفت هرچه با خودت ببری به خلوتت رشد می کند، حتی هیولای درونت. این یک قانون ساده است. اگر زخم باشد بزرگ می شود، اگر پرسش باشد ریشه می گیرد، اگر حقیقتی پنهان باشد صورتش را به تو نشان می دهد. و این همانجاست که خیلی ها طاقت نمی آورند. می چسبند به دیگران، نه از محبت، از ترس، از فرار. و هر فرار لایه‌ای از خود واقعی را از آنها جدا می کند. اما بعضی ها که کمند می نشینند وسط اتاق، ساده می گویند بیا می خواهم ببینمت. و کم کم اتفاقی آرام می افتد. می فهمند تنهایی آینه است، آینه ای که هیچ کس تکانش نمی دهد جز خودت. اگر جرأت نگاه کردن داشته باشی، می بینی هر ترس، هر شرم، هر زخمی که سالها پنهانش کرده ای فقط منتظر بوده تا دیده شود. ریل که می گفت به آنچه دشوار است اعتماد کن. و شاید سخت ترین کار همین باشد، اعتماد کردن به سکوتی که از درون می ترساند. اما اگر یک بار، فقط یک بار، با پذیرشی آرام از این سکوت بگذری، لحظه‌ای کوتاه میرسد که در آن با خودت یکی شده ای. نه کامل، نه همیشگی، اما واقعی. و همین واقعیت آغاز تنهایی است.